بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج تعليم اللغة العربية. بینندگان نهایت گرامی و علاقمندان برنامه آموزش زبان عربی، خوش آمدید به این برنامه و امید است با کمال شوق و علاقمندی درس‌ها را تا آخر دنبال کنید و در آخر دستاورد خوبی داشته باشید. لقد درسنا في الحلقة السابقة النطق الصحيح لحروف باء فاء ميم وواو ومع كلمات جديدة، وكذلك عرفنا الحركات الثلاثة، يعني الفتحة كسرة وضمة، كذلك السكون والشدة. والآن نأتي إلى المحادثة، يعني درس سابق ما که قبلا گذشت در مورد چی خواندیم؟ در مورد حروف ب، ف، واو و میم که چه قسم تلفظ میشه، تلفظ درست را یاد گرفتیم و همچنان حرکات سیگانه یعنی فتحه، کسره و ضمه را شناختیم و همچنان طرز تلفظ سکون و شد نیز آشنایی حاصل کردیم. حالا امروز درس ما که محادثه، قسمی که گفتیم هر درس ما مشتمل بر یک حوار هم می باشه. حواری درس ما که در درس قبلی باید خوانده می شد، او محادثه را امروز می خوانیم یا او محاوره را می خوانیم که او محاوره قسمی است که معرفی دو شخص یا تعارف معرفی شدن دو شخص می باشه که شخص اول میرویس و شخص دوم احمد شاه است. می بینیم اهلا و سهلا. اهلا و سهلا یعنی خوش آمدید. میرویس میگوید صباح الخیر. صباح الخیر. احمد شاه میگه صباح النور. کیف حالک؟ در جوابش احمد شاه میگه انا بخیر والحمد لله و کیف حالک انت؟ پس میرویس در جوابش میگه الحمد لله بخیر، اسمی میرویس و ما اسمک؟ احمد شاه میگه در جواب اهلا و سهلا یا میرویس، انا احمد شاه. میرویس سوال میکنه هل انت طالب؟ پس در جوابش میگه نعم انا طالب و انت؟ در جوابش میگه انا طالب كذلك. احمد شاه میگه سررت بلقائك. پس دوباره میرویس در جوابش میگه سررت بلقائك ایضا و در آخر میگه مع السلامه و مع السلامه. خب در این حوار قسمی که میبینین صباح الخیر، صبح بخیر. صباح الخیر در زبان عربی یعنی معادلش در زبان دری چی است؟ صبح بخیر. و در جوابش چی میگن؟ صباح النور. صباح الخیر، صبح بخیر. در جوابش چی است؟ صباح النور. بعضی از کلمات یا اصطلاحات می باشد که در یک زبان مثلا اون مروج می باشد، در زبان دیگر یک چیز دیگری مروج می باشد. یعنی در جواب صبح بخیر ما هم صبح بخیر میگیم و در عربی چی میگن؟ کمی متفاوت‌تر صباح نور. کیف حالک؟ چطور هستی؟ کیف حالک؟ چطور هستی؟ انا بخیر والحمد لله، ما خوب هستم شکر خداست. و کیف حالک انت؟ و تو چطور هستی؟ و کیف حالک انت؟ در آخرش که انت میای یعنی تو چطور هستی. در جوابش میگه الحمد لله بخیر، شکر خداست خوب هستم. اسمی میرویس، نام من میرویس است. اسمی، نام من. و ما اسمک؟ نام تو چیست؟ و ما اسمک؟ و نام تو چیست؟ در جوابش احمد شاه در جواب میگه اهلا و سهلا، خوش آمدی. اهلا و سهلا یا میرویس، خوش آمدی میرویس. یعنی وقتی که آشنا شد با اون نامش فهمید چی میگه برش؟ اهلا و سهلا، خوش آمدی. انا احمد شاه. جواب سوال و ما اسمک و نام تو چیست جوابش چی است؟ انا احمد شاه یا انا فلان، هر کس دیگه که باشه. میرویس در جواب میگه سوال دیگری میکنه هل انت طالب؟ هل انت طالب؟ آیا تو شاگرد هستی؟ در جوابش میگه نعم انا طالب، بله ما شاگرد هستم. و انت؟ و تو یعنی تو چطور؟ تو هم شاگرد هستی؟ در جواب میگه انا طالب كذلك،
بله ما هم شاگرد هستم. انا طالب كذلك، ما همچنان شاگرد هستم. طالب محصل یا شاگرد. خب بیشتر به محصل استفاده میشه. كذلك همچنان. باز چی میگن؟ سررت بلقائک، از دیدارت خوش شدم. سررت خوشحال شدم. سررت خوشحال شدم بلقائک، از ملاقاتت. و چی میگه در جوابش؟ میگه سررت بلقائک ایضا، ما هم از دیدارت خوشحال شدم. ایضا همچنان. و در آخر چی میگه؟ مع السلامه، مع السلامه، یعنی خدا حافظ، مع السلامه. بعضی اصطلاحات راستن ترجمه نمیشه. مثلا مع السلامه در زبان دری مثلا ما این قسم وقتی که از ملاقات یک کس فارغ شویم بر از اون نمیگیم که با سلامتی با سلامتی، بلکه چی میگیم؟ خداحافظ. پس در اینجا مع السلامه مقابلش در زبان دری خداحافظی داریم. و همچنان سررت بلقائک یعنی خوشحال شدم از دیدارت. وقتی یک کس را ملاقات میکنن در بعد از ملاقات یا معرفی با او شخص چی میگن؟ سررت بلقائک، از دیدنت خوشحال شدم. خب بار دیگر برمیگردیم بر یادآوری از این محاوره. در این محاوره چی میگن؟ صباح الخیر، شروع کلام یا مکالمه را از چی میکنه؟ صبح بخیر. پس در جوابش هم امی است. در زبان عربی می قسم است وقتی کسی چی میکنه؟ روبرو میشه با کسی صبح بخیر میگه، پس در جواب صباح الخیر جوابش چی است؟ صباح النور. همین قسم مساء الخیر، شام بخیر، جوابش چیست؟ مساء النور. و سوال میکنه کیف حالک، چطور هستی؟ انا بخیر، ما خوب هستم والحمدلله، شکر خداست. و کیف حالک انت، و تو چطور هستی؟ پس در جوابش هم امی رقم الحمدلله بخیر، شکر خداست خوب هستم. اسمی میرویس و ما اسمک، نام من میرویس است و نام تو چیست؟ اهلا و سهلا یا میرویس. پس در جوابش میگن که خوش آمدی میرویس، انا احمد شاه، ما احمد شاه هستم. هل انت طالب، آیا تو محصل هستی؟ نعم انا طالب، بله ما محصل هستم. و انت، و خودت چطور؟ انا طالب كذلك، ما هم محصل هستم. كذلك قسمی گفتیم همچنان معنا میده. سررت بلقائک، خوشحال شدم از دیدارت. سررت بلقائک ایضا، ما هم از دیدارت خوشحال شدم یا همچنان از دیدارت خوشحال شدم. مع السلامه، مع السلامه یعنی خدا حافظ. در اینجا تعبیرات یا اصطلاحات خاصش ذکر کرده. صباح الخیر، صبح بخیر. اینجا یاد شد که به معنای صبح بخیر است. صباح النور همچنان به همین معناست، یعنی صبحتان پر نور یا صبحتان خوب و شاد. کیف حالک، چطور هستی؟ اهلا و سهلا، خوش آمدی، یعنی به معنای خوش آمدی است. سررت بلقائک، خوشحال شدم از دیدارت. و همچنان مع السلامه به معنای خداحافظ. اینجا این تعبیرات یا اصطلاحاتی را ذکر کرده معنایش همین است، یعنی مرادفاتش یا مقابلش در زبان دری همین است که براتون در روی تخته نوشته کردیم. خب بعد از این الان نأتي إلى درس الثاني. حالا میایم به درس دوم. در درس دوم اهداف درس دومی است که شاگردان بتونن حروف نطق صحیح لحروف ث، ذال و ظا و همچنان یعنی به تنهایی و همچنان در داخل کلمات یا در استعمال در کلمات بتونن درست تلفظ کنن. و همچنان معرفت اسماء الاشاره للمشار الیه القریب والبعید، دانستن نوع اشاره کردن به اشخاص و به یعنی بر عاقل و غیر عاقل و نزدیک و دور اسماء اشاره را میخوانن. و دیگه هدف دیگهش که بعضی از صفات و ازدادش یاد بگیرن، يعني معرفة بعض الصفات وأضدادها. خب نبدأ بالدرس الثاني. شروع میکنیم به درس دوم. اقرأ الكلمات التالية. در شروع چی است؟ بخوان. اقرأ الكلمات التالية، بخوان کلمات زیل را. نبدأ بالثاء. ثاء، كيف
كيف تنطق الثاء؟ الثاء با نوک زبان تلفظ میشه. ف. در کلمات چه قسم استفاده میکنیم؟ مثالی جداده فلاجه. اگر وقف کنیم این قسم، اگر پیش بریم ثلاجة. دوم كمثرى كراث. خب در حرف ثا مثالایش خواندیم، حالا روی تخته هم نوشته میکنیم تا معنایش هم قسمی که گفتیم هر کلمه را با معنایش یاد میگیریم. ثلاجة یخچال. كمثرى امرود. كراث گندنه. یک مثال دیگه مثلا میتونه مثال دیگه چی باشه؟ ثوب لباس. هر مثال دیگه را شما آورده میتونین. یعنی وقتی با مفردات آشنا شدین، مثلا در اینجا ثا در اولی کلمه آمده، ثلاجة یخچال. كمثرى ثا در وسط کلمه آمده به معنای امرود. كراث ثا در آخر کلمه آمده، كراث به معنای گندنه. همچنان مثال دیگری گفتیم ثوب. هر مثال دیگه، هر کلمه دیگه که در ثا استعمال شده باشه میتونین شما به طور مثال ذکر کنین. حرف دیگری که در این درس باید بخوانیم او ذال است. طرز تلفظ ذال هم به نوک زبان تلفظ میشه. ذال ذ صوتش چیه؟ ذ. خب در کلماتی که استعمال شده کلمات چی است؟ اول ذراع، حذاء، لذيذ. ذراع چی را میگن؟ به اصطلاح عام بازو گفته میشه، اما اصلا از نوک دست، از نوک انگشت تا قسمت آرنج چی میگن؟ ذراع. از نوک دست تا قسمت آرنج ذراع میگن. حذاء بود. لذیذ خوشمزه. مثال دیگری میتونیم بگیم بذر دانه یا تخم که کاشته میشه. خب ذراع در اول کلمه، ذال در اول کلمه آمده، حذاء ذال در وسط کلمه آمده و لذیذ مثالی است که ذال در آخر کلمه و در وسط کلمه در هر دو آمده. و همچنان بذر مثالی است که ذال در وسط کلمه آمده. ذراع گفتیم چی را میگن؟ این قسمت دست از نوک انگشت تا آرنج. حذاء بود، لذیذ خوشمزه، بذر دانه یا تخم. میتونین همین قسم هر مثال دیگه را شما هم بیارین که دو چی شده باشه، مفردات یا کلماتی که دو ذال آمده باشه و به می ترتیب شما هم تکرار میکنین تا بتونین تلفظ درست ذال یاد بگیرین و هم در ضمن کلمات جدید را یاد میگیرین. حرف دیگر چی است؟ ضا که چه قسم تلفظ میشه؟ به شکل پر ضا. کلماتی که به این حرف آمده چی است؟ ظفر، مظلة، حافظ. خب میبینیم ظفر
چی را میگن؟ ناخن. مظلة چتری و حافظ حافظ هر چیز حافظ هر چی که باشه خب بیشتر بر حافظ قرآن استفاده میشه. مثال دیگر میتونیم بگیم ظل. ظل سایه را میگن، سایه. خب امثال از این شما کلمات دیگر هم میتونید برین. ظفر ضا در اول کلمه، مظلة ضا در وسط کلمه آمده، حافظ ضا در آخر کلمه. این تلفظش چگونه می باشه، نوشتنش چگونه می باشه، هم طریقه خواندنش متوجه می باشین و هم طریقه نوشتنش. و همچنان ظل که در اول کلمه ضا آمده. خب گفتیم ظفر ناخون، مظلة چتری، حافظ حافظ، ظل سایه. بعد از تلفظ درست، یاد گرفتن تلفظ درست و نوشتن درست ای حروف و ای کلمات مشتمل بر حروف ث، ذل و ظا، میاییم بر قاعده از قواعد زبان عربی که در این درس قاعده چی را بیان میکنیم؟ اسماء اشاره. البته در اسماء اشاره بحث بزرگی است، اما در این قسمت درس چون ما در ابتدا قرار داریم زیادتر به تشریحات زیاد نمی رویم، بلکه فقط به همو قسمت ابتدایی اسماء اشاره اکتفا میکنیم. اسماء الاشاره. اسماء الاشاره للمفرد وللجمع. أسماء الإشارة للمفرد عندنا هذا، هذه، وكذلك هذا، هذه، ذلك و تلك. قسمی که در اینجا شما میبینین اسماء اشاره. اسماء اشاره بر مفرد که ذکر شده در اینجا چی میگه؟ هذا، هذا للمفرد المذكر القريب. هذا کس اینجا در شروع گفته الاسم موضع الاستخدام والمثال. اسم یعنی اسم اشاره کدامش هست؟ هذا موضع استخدام یا جای استعمالش کجاست؟ مفرد المذکر القریب، برای مفرد مذکر که نزدیک باشد استفاده میشه. مثالش هذا مسجد، مسجد که نزدیک ما است اشاره میکنیم هذا مسجد، این مسجد است. ذلك، ذلك للمفرد المذكر البعید، برای چی استعمال میشه؟ برای مفرد مذکر دور که یکی هم باشه، مذکر هم باشه اسم و چی باشه؟ دور باشه از ما، کمی با فاصله از ما قرار داشته باشه. چی میگیم؟ ذلك، ذلك مسجد، آن مسجد است. در زبان دری چی میگیم؟ آن، این و آن. هذه، هذه للمفردة المؤنثة القریبه. هذه اسم اشاره است که بر مفرد مؤنث قریب استعمال میشه، یعنی اسمی که چی باشه؟ یکی باشه و مؤنث باشه و نزدیک باشه بر ما. چی میگیم؟ هذه کعبه، این کعبه است. مؤنث بودنش یعنی در فعلا اما قدر بفهمین که علامه تأنیث یا مؤنث بودن دی چی است. چطور بفهمیم که مؤنث است؟ این اسم آخرش چی داره؟ تای تأنیث یعنی تای گرد داره. ایره چی میگن؟ تای تأنیث. کعبه یعنی تای تأنیث است. و همچنان تلك للمفردة المؤنثة البعیده. تلك بر چی استعمال میشه؟ بر مفردی که مؤنث باشه و دور باشه، یعنی اسمی که مفرد یعنی یکی
و مؤنث باشه و از ما دورتر قرار داشته باشه چی میگیم برای او؟ تلک. آن، تلک کعبتون، آن کعبه است. قسمی که حال روی تخته شما میبینین اسماء الاشاره للمفرد هذا ذلك اینجا نوشته کردیم، یعنی هذا برای چی میایه؟ هذا و ذلك هر دو برای مذکر میایه، اما هذا برای مذکر چی؟ مذکر مفرد، ولی ذلك برای مذکر. خب هذا و ذلك هر دویش برای مذکر استعمال میشه. خب هذا و ذلك هر دو برای مذکر استعمال میشه، اما چی است؟ هذا برای مذکر نزدیک، ولی ذلك برای مذکر دور، یعنی بعید، قریب. لكن هر دو چی است؟ مفرد مذکر. و همین قسم هذه هر دو برای مؤنث استعمال میشه، اما هذه برای چی؟ اسم مؤنث قریب استفاده میشه، ولكن تلك برای اسم مؤنث بعید استفاده میشه. اسماء اشاره برای جمع. اسماء اشاره برای جمع چه قسم است؟ در اینجا موضوع قسمی که میبینین اسم موضع الاستخدام والمثال. در اسم گفتیم اسماء اشاره کدامش؟ هؤلاء اسم اشاره است. هؤلاء برای چی استعمال میشه؟ جمع عاقل قریب. هؤلاء طلاب مثالش است. للجمع العاقل القریب یعنی جمع عاقل اشخاص، یعنی به اشخاص استعمال میشه که چی باشن؟ عاقل، یعنی چیزا اشیا که است غیر عاقل است یا حیوانات، اما انسان ها که است چی است؟ عاقل. امی قسم هؤلاء تنها برای چی استعمال میشه؟ برای جمع عاقل که چی باشه؟ نزدیک باشه، یعنی برای اشیا استعمال نمیشه. اولئک همچنان بر جمع عاقل بعید استفاده میشه. بر جمع عاقل قریب هؤلاء، بر جمع عاقل بعید اولئک. هذه للجمع غیر العاقل القریب. هذه که است بر جمع غیر عاقل که نزدیک باشد استفاده میشه، یعنی هذه سیارات مثالش است. هذه سیارات این موترهاست، این موترهاست. تلک للجمع غیر العاقل البعید، یعنی تلک که است بر جمع غیر عاقل که دور باشد. تلک سیارات آنها موترها هستند. خب این مثال های اسماء اشاره برای جمع هم بیان شد و انشالله که تمرینات یا تمرین بر اسماء اشاره به روز بعدی انشالله و در درس بعدی اسماء اشاره را مثال هایش بیان میکنیم و میخوانیم. تا همین قدر به درس امروزی همین قدر کفایت میکنیم، اکتفا میکنیم و انشالله در درس بعدی مثال های دیگری را نیز برای اسماء اشاره بیان میکنیم. تا برنامه دیگر همه تانه به الله متعال میسپارم. مع السلامه.